سرخط خبرها. تاکید ملا برادر بر تعامل جهان با افغانستان. او گفت که تعامل با افغانستان کلید توسعه و اتصال منطقه است. په مختلفو مفکورو د ملت دا ویش تر دې کچې رسېدلی چې نور د ویش قابلیت او ظرفیت نو پاتې شوی. کابل و دوشنبه در مسیر گسترش مناسبات. متقی میگوید که فضای اعتماد میان دو کشور همسایه باید حفظ شود. و کار مشترک میتونه که اسلامیت منطقوی و بیش امنیت سرمایه‌های دو کشور تامین کند. تدوین سیاست جدید واشنگتن درباره افغانستان. دستیار وزیر خارجه امریکا میگوید که این سیاست در حال نهایی شدن است. قدر که این نزدیکی بیشتر شد، این به طور طبیعی باعث نگرانی ایالات متحده شد. و دیدار ترامپ و نتانیاهو در امریکا. ترامپ گفت که هنوز درباره ایران تصمیم نهایی نگرفتند. سلام، وقت شما بخیر. به مجموعه خبری این ساعت از میز خبر خوش آمدید. امروز پنجشنبه 23 در 1404 هجری خورشیدی است که برابر می شود با 12 فبروری 2026 میلادی. مشروع خبر. ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء در مراسم آغاز کار اشتراک کابل پروگرام بر ضرورت تعامل جهان با افغانستان تاکید کرد. او تعامل با افغانستان را حیاتی خواند و گفت که این روند میتواند در تحقق اتصال منطقه‌ای و جهانی و نیز دستیابی به اهداف انکشافی افغانستان نقش مهمی ایفا کند. گزارش از نستر نمیری. عبدالسلام حنفی معاون اداری ریاست الوزراء در مراسم آغاز کار جاده کابل پروگرام گفت که امارت اسلامی هم بر وحدت ملی تاکید دارد و هم خواهان روابط دوستانه و مبتنی بر احترام با همه کشورهای همسایه است و افزود که درگیری و مداخلت در امور دیگران تنها خسارات دارد و همکاری منطقه‌ای به نفع همه است. همراه همسایه ها هم پالیسی امارت اسلامی افغانستان واضح است. ما با همه همسایه ها خواهان روابط حسنه هستیم. در یک خطه با هم زندگی میکنیم، باید بر اساس احترام متقابل با روابط حسنه داشته باشیم. این به منفعت همه همسایه هاست. د بعض مغرضو کړیو لخوا د مهاجرینو ورونو فشار دی چې په جبري تور او د ټولو اسلامي او شرعي او بین المللي نورمونو په خلاف اخراجيږي. د هغوی فشار دی. لہذا موږ د بل هر وخت نه اوس مسکن ته زیات ضرورت لرو. معاون اداری ریاست الوزراء همچنین افزود که افغانستان در امور داخلی هیچ کشور مداخله نمی کند و به عنوان یک کشور مستقل و اقتصاد محور خواهان روابط حسنه با همه کشورهای جهان است و از همه کشورها حتی آنهایی که در گذشته با افغانستان درگیر بودند دعوت کرد تا در معدن، انرژی و سایر سکتورهای اقتصادی سرمایه گذاری کنند. افغانستان یک کشور اقتصاد محور و روابط حسنه با همه کشورها داشته باشد. ما همینطور یک چیزی را میخواهیم. همه کشورها را دعوت میدهیم. همه کشورهای دنیا به شمول کشورهایی که با ما در جنگ بودند. او یک بخش تاریخ افغانستان است. دیگر ما همه را دعوت میدهیم بیایند افغانستان، در معادن افغانستان، در بخش انرژی، در دیگه سکتورها در اینجا بیاین سرمایه گذاری بکنن. همچنین ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء در این مراسم گفت که افغانستان در گذشته دچار تفرقه های سیاسی، قومی، سمتی و زبانی بوده است، اما امارت اسلامی در تلاش است این شکاف ها را از میان بردارد و وحدت ملی را تقویت کند و از مردم خواست فریب تبلیغات و تقلیدهای ناآگاهانه را نخورند و واقعیت ها را بر اساس برداشت های نادرست تفسیر نکنند. فکر که د افغانستان ملت په دومره سیاسي احزاب و قومي سمتي ژبني او نور اجزاو ویشل شوي وو چې د ملي مشترکاتو د پیاوړي کولو په برخه کې مو لوی اکثریت له لاسه ورکړی وو. په مختلفو مفکورو د ملت دا ویش تر دې کچې رسېدلی چې نور د ویش قابلیت او ظرفیت نو پاتې شوی. دا ډول لوی او زربنایي پروژې د نوي کابل ښار
د منظم پراختیا، اقتصادي فعالیت، خدماتو ته اسانه لاسرسی او نفوذ ته متوازن توزیع لپاره بنسټیز اهمیت لري. معاون اقتصادی ریاست الوزراء همچنین تاکید کرد که تعامل سازنده با افغانستان یک ضرورت است و میتواند همکاری های منطقه‌ای و جهانی را تقویت کند و از کشورها خواست که از فرصت های موجود بهره گیرند و آنها را به تهدید تبدیل نکنند. باید سیمې او نړۍ ته څرګنده وي چې له افغانستان سره مثبت تعامل د اوسني وخت اړتیا ده او د سیمهییز او نړیوال ګډون د پیاوړي کولو او دوامداره مشترکو پراختیایي اهدافو د هممهاله تعقیب یو مهم او بنسټیز رکن دی. امارت اسلامی از بدو تأسیس یقینا با چالش‌های بیرونی و داخلی روبرو است. از جمله چالش‌های بیرونی است که با آمدن امارت اسلامی، با حاکمیت امارت اسلامی، دنیای خارج کمک‌هایی که داشتن کلاً قطع کردن. جاده کابل بگرام یکی از مسیرهای کلیدی است که شهر کابل را به ولایت پروان و دیگر ولایات شمالی متصل می‌کند. طول این جاده 6.2 کیلومتر و عرض آن حدود 50 متر است و هزینه ساخت آن 455 میلیون افغانی برآورد شده است که از بودجه امارت اسلامی تامین می‌شود. امیرخان متقی وزیر خارجه امارت اسلامی با سفیر تاجیکستان در کابل دیدار کرد. در این دیدار دو طرف بر گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و تجارتی میان کابل و دوشنبه تاکید کردند. در این دیدار متقی افزوده که فضای اعتماد میان دو کشور همسایه باید حفظ شود. باز هم گزارش از نستر نمیری. روابط میان کابل و دوشنبه در سالهای اخیر با وجود چالش‌های منطقه‌ای وارد مرحله تازه‌ای از تعامل و گفتگو شده است. امیرخان متقی در دیدار با سفیر تاجیکستان در کابل بر گسترش روابط سیاسی، اقتصادی و تجارتی میان کابل و دوشنبه تاکید کرد و افزود که فضای اعتماد میان دو کشور همسایه باید حفظ شود. سفیر تاجیکستان نیز در این دیدار گفت که کشورش روی پروژه‌های اقتصادی مهم در مرز مشترک با افغانستان کار می‌کند. رئیس رابطه عامه وزارت خارجه میگوید که در این دیدار دو طرف درباره همکاری‌های مرزی، امنیتی و برنامه‌های آینده نیز گفتگو کردند. در این دیدار محترم مولوی امیرخان متقی وزیر امور خارجه کشور زودند که هیچ کسی نمیتوانند به روابط دوستانه و فضای اعتماد میان دو کشور همسایه آسیب برسانند. آقای شریفی سفیر جمهوری تاجیکستان مقیم کابل اظهار داشتند که جمهوری تاجیکستان برنامه‌ها و پروژه‌های مهم اقتصادی در مرز مشترک میان دو کشور با دورنمایی تقویت همکاری‌های اقتصادی با امارت اسلامی افغانستان دارد. شمار از آگاهان سیاسی میگویند که با وجود وقوع برخی رویدادها در مرز مشترک میان دو کشور که نگرانی‌های امنیتی ایجاد کرده است، این دیدار میتواند نقش مهم در تقویت همکاری‌های مرزی و امنیتی میان کابل و دوشنبه داشته باشد. این بسیار کار نیک است که همیشه مسائلی که ایجاد میشه در سرحدات افغانستان با تفاهم، با تحقیق، با جستجو مسائل حل شه. گرچه همچون مسائل همچون موضوعات به وسیله تحریکات پاکستان صورت میگیره. حل دشواری‌های مرزی با مذاکره و با تفاهم یگانه راهی است که میتونن بازی مشترک هر دو کشور در برابر نیروهای به اصطلاح تروریستی داعش و سازمان‌های تخریبی که امنیت دو کشور تخریب میکنن با همکاری هم به اسلام این مسائل بررسی کنن و به اصطلاح با همکاری هم و کار مشترک میتونن که به اسلامیت منطقه‌ای و بیش امنیت صدر مرزهای دو کشور تامین کنند. این در حالی است که اخیراً نگرانی‌های امنیتی در مرز مشترک افغانستان و تاجیکستان افزایش یافته است. بیشتر ذبیح الله مجاهد سخنگوی امارت اسلامی از تجدید تدابیر امنیتی و هماهنگی‌های مشترک با جانب تاجیکستان خبر داده بود. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که کار درباره تدوین سیاست تازه واشنگتن در قبال افغانستان جریان دارد. دستیار وزیر خارجه آمریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی اعلام کرده که این سیاست چند بعدی و گسترده خواهد بود. شرح بیشتر با اناهیتا اندر. وزارت خارجه امریکا اعلام کرده است که کار روی تدوین سیاست جدید این کشور درباره افغانستان جریان دارد. پاول کپور، دستیار وزیر خارجه امریکا در امور آسیای جنوبی و مرکزی میگوید که این سیاست چند بعدی و گسترده خواهد بود، اما هنوز نهایی نشده و نیازمند بررسی‌های بیشتر است. او که در نشست اجتماعی کمیته روابط خارجی کنگره سخن میگفت، بار دیگر خروج نیروهای امنیتی امریکا از افغانستان را فاجعه بار توصیف کرد. برای مهار کردن روسا و چینایی ها جغرافیای افغانستان
نقطه استراتژیک بسیار مهم برای غربی ها و بالخصوص امریکاست و تلاش میکنه که به کدام شیوه و اشکال یک بار دیگه با افغان ها، با دولت مداران افغان به تفاهم برسن. در همین حال شمار از آگاهان سیاسی باور دارند که افغانستان جایگاه استراتژیک و مهم در منطقه را دارد و امریکا در تلاش است تا برای مهار رقبای جهانی خود با حکومت افغانستان وارد تعامل شود. سرمایه‌گذاری کشورهای منطقه در منابع زیرزمینی افغانستان، معادن افغانستان و همچنان مسائل امنیتی و نگرانی‌هایی که منطقه داشت و دارن، این مسائل باعث شد هر قدر که این نزدیکی بیشتر شد، این به طور طبیعی باعث نگرانی ایالات متحده شد. تصور میشه که سیاست جدید امریکا اگر تدوین شود، قبول شود توسط ترامپ، بدون شک مسئله حقوق بشر و دموکراسی در اونجا مطرح نخواهد بود. مسئله معامله، مسئله استفاده از مواد کم آب خاکی مطرح خواهد بود، چون امریکا هنوز ابرقدرت اقتصادی است، ابرقدرت نظامی است، ابرقدرت تکنولوژیکی است. پس از گذشت چند سال از خروج نظامی امریکا از افغانستان، چگونگی تعامل واشنگتن با کابل همچنان یکی از مباحث مهم در محافل سیاستگذاری امریکا به شمار می رود. و در ادامه هم چند خبر کوتاه از جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پس از دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در واشنگتن اعلام کرد که درباره ایران هیچ تصمیم نهایی گرفته نشده و مذاکرات ادامه خواهد یافت. او ابراز امیدواری کرد که تهران این بار منطقی‌تر عمل کند. نتانیاهو در این دیدار تاکید کرد هر توافقی باید به طور دائمی مانع دستیابی ایران به صلح هسته‌ای شود و برنامه موشکی و فعالیت‌های منطقه‌ای تهران را هم در بر بگیرد. این دیدار در حالی انجام شد که دور تازه‌ای از مذاکرات ایران و آمریکا در جریان است و فضای منطقه همچنان پرتنش است. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه هشدار داد در صورت افزایش حضور نظامی غرب در گرینلند و استقرار توانمندی‌های علیه مسکو، روسیه اقدامات متقابل مناسب از جمله تدابیر نظامی و فنی اتخاذ خواهد کرد. این اظهارات پس از آن مطرح شد که با طرح موضوع افزایش حضور آمریکا و ناتو در گرینلند، برخی کشورهای اروپایی نیز نیروهای به این جزیره خودگردانی وابسته به دنمارک اعزام کردند. لاوروف تاکید کرد که موضوع گرینلند باید میان آمریکا، دنمارک و خود این منطقه حل و فصل شود و در عین حال دنمارک را به رفتار شهروند درجه دوم با ساکنان این جزیره متهم کرد. رایگیری برای 13مین انتخابات پارلمانی بنگلادش امروز در سراسر این کشور آغاز شد. انتخاباتی که نخستین رقابت سراسری پس از برکناری شیخ حسنیه، نخست وزیر پیشین در پی اعتراضات گسترده دانشجویی در سال 2024 به شمار می رود. به گزارش الجزیره، بیش از 127 میلیون نفر در 64 منطقه بنگلادش واجد شرایط رایدهی هستند. رقابت اصلی میان حزب ملیگرای بنگلادش و ائتلاف به رهبری جماعت اسلامی متشکل از 11 حزب از جمله حزب تازه تأسیس شهروندان ملی جریان دارد. همزمان با انتخابات پارلمانی، همه‌پرسی منشور ملی 2025 نیز برگزار می شود. سندی که توسط دولت موقت تدوین شده و چهارچوب آینده حکمرانی این کشور را ترسیم می کند. مقام‌های انتخاباتی اعلام کردند شمارش آرا بلافاصله پس از پایان رایگیری آغاز می شود و نتایج رسمی پس از تکمیل روند جمع‌بندی منتشر خواهد شد. سپاسگزاری میکنم از همراهی شما. تا این دم به همین ترتیب رسیدیم به پایان مجموعه خبری این ساعت از میز خبر. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.